سلام، به فصل اول خوش اومدید. بریم که با همدیگه یک استارت قدرتمند داشته باشیم. شورت ویدیو چیه و قوانینش چیه؟ همه شما دیگه میدونید شورت ویدیو چیه. سال 2020 یوتیوب بر رقابت با تیک تاک و ریلز اینستاگرام قسمتی رو با عنوان بتا به مجموعه خودش، به پلتفرم خودش اضافه کرد تحت عنوان بتا که بعدها شورتس یا یوتیوب شورت نامیده شد. این کار 6 ماه به صورت آزمایشی توی هند انجام شد. وقتی بازخوردهای خوبی گرفتن به تدریج به سایر کشورها اضافه شد. شورت ویدیوها از ابتدای ماه فوریه سال 2023 درآمدزاییشون فعال شده و ما میتوانیم با انجام یک سری تکنیک ها و تاکتیک ها و انتخاب یک سری موضوعات خوب بیایم و توی این موضوع به درآمد برسیم. تا قبل از این شورت ویدیوها درآمدی نداشتن و صرفا برای رشد کانال بودن، اما الان شورت ویدیوها خودشون مجزا درآمد دارن و براشون تبلیغ نمایش داده میشه و شما میتوانید خیلی خوب و خیلی راحت از این قسمتی که خیلی به نظرم از ویدیوهای لانگ هم راحت تره کسب درآمد بکنید. اولین نکته‌ای که تو فصل 1 راجعش صحبت می‌کنیم قوانین شورت ویدیوه. شما برای رسیدن به درآمد باید 1000 تا سابسکرایبر و 10 میلیون ویو داشته باشید. ولی یه سری نکته اینجا وجود داره. نکته شماره 1 اینه که به سابسکرایبر فکر نکنید، چون کسی که 10 میلیون ویو تو 90 روز میگیره، از اون 10 میلیون ویوره 1000 تاش راحت شما رو ساب میکنن. یعنی اصلا به نظر من فوکوستون روی سابسکرایبر نباشه، شما فقط به ویو فکر کنید. میگه چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. کسی که 10 میلیون ویو میگیره 1000 تا که چه از کنم حداقل 20000 تا هم سابسکرایبر میگیره. پس خیالتون راحت که گرفتن سابسکرایبر هیچ چالشی نداره. مورد شماره 2 اینه که شما باید در 90 روز 10 میلیون ویو بگیرید. حالا این نکتهش چیه؟ یکی میاد میگه آقا من 1 مهر ماه شروع کردم تا 30 آذر میشه 90 روز. من اگر 30 آذر 9 میلیون و 500 هزار تا ویو داشته باشم، روز 1 دی ماه که میشه روز 91، آیا این 9.5 میلیون ویو من پاک میشه، از بین میره، مجدد باید از اول 10 میلیون دیگه بگیرم؟ نه، 90 روز آخر فعالیت شما رو حساب میکنن. یعنی از امروز تا 90 روز قبل کانال شما رو نگاه میکنن. هر وقت توی این 90 روز شما 10 میلیون ویو گرفتین، اون موقع درآمدزایی برای شما فعال میشه و اینجوری نیست که کلش بسوزه. مثلا روز 91 شما که میشه مثلا روز اول دی ماه، ویوهای روز اول مهر ماه شما میسوزه، نه 90 روزش، 1 روزش میسوزه. یعنی 90 روز گذشته فعالیت کانال شما رو بررسی میکنن و تو 90 روز گذشته شما میبایست 10 میلیون ویو گرفته باشید. پس این یه نکته بود که اینجا بگم که خیلی‌ها این دغدغه رو دارن، بدونن که هیچ اشکالی نداره. حالا شد 95 روز، اشکال نداره، 90 روز آخر رو حساب میکنن. یه نکته دیگه این که بچه‌ها نیازی نیست که 1000 تا سابسکرایبر هم تو 90 روز گرفته باشید. اصلا یکی میتونه یک کانالی که 6 ماه پیش 5000 تا سابسکرایبر داشته رو الان ول کرده رو بیاد اون کانال کار کنه. اصلا برای سابسکرایبر شما محدودیتی ندارید. حتی اگر تو 90 روز شما 10 میلیون ویو گرفتید ولی سابسکرایبرتون کامل نشد، که اصلا ندیدم تا الان و امکان نداره، شما میتونید سابسکرایبر فیک بزنید، هیچ اشکالی نداره، چون در پروسه شورت ویدیو سابسکرایبرها درگیر نیستند و شما اگر 1000 تا سابسکرایبر فیک هم بخرید یا اصلا 1000 تا سابسکرایبر فیک رو امروز بزنید، بعد شروع کنید به فعالیت و تو 90 روز 10 میلیون ویو بگیرید، هیچ اشکالی نداره. ولی نیازی نیست بچه‌ها، اینو دارم به شما میگم. کسی که 10 میلیون ویو بگیره سابسکرایبرش خودش پر میشه، یا کسی میتواند از یک کانالی که در گذشته کار کرده سابسکرایبرش 1000 تاست و سابسکرایبر داشته الان میخواد رو شورت ویدیو کار کنه، اون هم قبوله. فقط کافیه که در کانال شما 1000 تا سابسکرایبر وجود داشته باشه. تاریخش مهم نیست که مال امساله، مال دیروزه، یا مال 6 ماه پیشه، یا فردا که 10 میلیون شورت ویدیوتون تکمیل شد اونم تکمیل بشه. پس این نکته 1000 تا سابسکرایبر و 10 میلیون ویو رو جمعش کنیم دیگه، همه متوجه شدن. بریم مورد بعدی. چطور محتواهایی از طریق شورت ویدیو به درآمد میرسن؟ بچه‌ها ما 3 نوع محتوا اینجا داریم. خب که در کل ما 4 نوع محتوا داریم که یه نوعش اصلا نمیشه که من نیاوردم اینجا. خب این که بریم محتوای بقیه رو برداریم بیاریم بذاریم توی کانالمون، اون اصلا به درآمد نمیرسه، که به اصطلاح به اون میگن ریوزد یا ریپوست. که مثلا من توی کانالم یه ویدیو گذاشتم، شما بیاین که ویدیو کانال منو بردارین بریم بزنید تو کانال خودتون. 99% که یوتیوب میفهمه و رد میکنه، 1% هم اگر یوتیوب نفهمه و شما به درآمد برسید، صاحب کانال اگر براتون استراک بزنه بسته میشه. خیلی ها میگن آقا نه، مثلا
چه میدونم بریم از پیج اینستاگرام فلانی برداریم، اون که نمیاد یوتیوب. اون اگر الانم میاد یوتیوب 4 ماه دیگه میاد یوتیوب. هممون آقای سنگرزاده رو میشناسیم، چطوری جون دل. 1000 نفر ویدیوهای اینستاشو برداشته بودن گذاشته بودن توی یوتیوب و باهاش به درآمد رسیده بودن. از روزی که خودش اومده همه اون کانال‌ها بسته شده. شاید میتونم بگم در 12 تا ادسنس به خاطر همون کانال‌ها بسته شد. پس یادتون باشه که از محتوای دیگرم اصلا استفاده نکن. اون تمام. اولین محتوایی که به درآمد میرسه محتوای اورجیناله. محتوای اورجینال یعنی محتوایی که خودتون بیان جلوی دوربین و خودتون بسازیدش. مثل این محتوا بریم با هم دیگه ببینیم. ببینید این قسمت شورت ویدیوه. بریم میگن محتوای اورجینال. ببینید اینا خودشون ساختن. میبینی؟ ایشون خودش جلوی دوربینه و کاملا مشخصه که خودش داره میسازه. این میبینید؟ اینا بهشون میگن محتواهای اورجینال. اوکی؟ نوع دوم محتوای ریمیکس و ریاکت. احتمال به درآمد رسیدن این ریمیکس و ریاکت 50%. ببینید این همین محتوا درست اورجینال هست، این محتوای دوم، ولی همینو اگر اینجا احتمالاً داره ریاکت میکنه حالا یا داره گیم بازی میکنه. من چون اگه صدا اینو باز کنم صدای خودم قطع میشه نمیفهمم چی میگه، ولی این محتوایی که 50%ش نه این گیمه، این محتوای اورجیناله. محتوای ریاکت یعنی این پایین به جای که این خودش بازی کنه یه فیلم بیارید بذارید، مثلا سریال یاغی یا سریال مثلا چه میدونم جیران رو بیارید اینجا بالاش صحبت کنید، به این میگن محتوای ریاکت. یا مثلا ریمیکس یه تکه ویدیو رو حالا سرعتش رو کم و زیاد کنید. این احتمال به درآمد رسیدنش 50-50. چرا؟ چون ببینید آدم‌هایی که میان و کار شما رو بررسی میکنن که به شما اجازه به درآمد رسیدن رو بدن، این آدم‌ها همشون نگاه‌های متفاوتن. ربات این کار نمی‌کنه. حالا یکی آدم سختگیریه رد می‌کنه کار شما رو، یکی آدم خوبیه تایید می‌کنه و همه چی به شانس شما بستگی داره. 50-50 این محتوا. الان دارم به شما میگم. مورد سوم محتوای لیستیه بچه‌ها. محتوای لیستی اونم اورجیناله، شما ساختین ولی شما جلوی دوربین نیستین. مثل این کانال ببینید این داره روش صحبت میکنه، تصویر میندازه، به اینها میگن محتواهای لیستی. اینم اورجیناله، شما ساختین ولی کسی جلوی دوربین نیست. اینا رو تو بخش ادیت میگم چیکار کنید. در کل داریم راجع به اینکه چه نوع محتواهایی از طریق شورت ویدیو به درآمد میرسن. پس یک شد محتوای اورجینال، دو محتوای ریمیکس و ریاکت، سه محتوای لیستی. احتمال به درآمد رسیدن لیستی و اورجینال 100%. ریمیکس و ریاکت 50-50. یه آدمی خوبه قبولش میکنه، یه آدمی بده ردش میکنه و هیچ کاریش هم نمیتونیم بکنیم مگر اینکه یه ما صبر کنیم از اول اقدام بکنیم، شاید گیر یه آدم دیگه بیاد اون رد تایید بکنه. کاملا سلیقه‌ایه و هیچ نوع قوانینی پشتش نیست. اینها معمولا اینجاها به عهده اون آدمیه که داره تایید میکنه. عین مثلا امتحانه، یکی که حالا داره تصحیح میکنه کاغذ شما رو، مثلا یه جا شما همه کار انجام بدین جواب آخر تو محاسبات اشتباه کردین، به شما مثلا کل نمره رو میده یا فقط 25% از نمره رو کم میکنه. یکی چون همه راه‌ها رو هم درست رفتین ولی چون جواب رو غلط نوشتین هیچ نمره‌ای به شما نمیده و این دیگه کاملا به شانس شما بستگی داره. بریم مورد بعد. فقط یه موبایل لازم دارید، هیچی نمیخواد. فقط یک دونه موبایل، لپتاپ و کامپیوتر رو نیارید توی این داستان. به هیچ عنوان شما لازمش ندارید و نیازی هم بهش ندارید و خیلی راحت میتوانید که با یک دونه موبایل همه کارهاتون رو انجام بدید. خب بسیار بسیار مهمه این نکته که باید بدونید. شورت ویدیوها در 3 جا بچه دیده میشن: در قسمت سرچ، در قسمت براوز فیچر و در قسمت شورت فید که همه اینها به موضوع شما بستگی داره. در کل یکی توی سرچ نمایش داده میشه، یکی تو قسمت شورت فید که دارید میبینید، یکی هم در براوز فیچر بچه. براوز فیچر یعنی اینجا، یعنی صفحه اصلی کانال یوتیوب شما. youtube.com رو بهش میگن براوز فیچر. ببینید اینجا توی براوز فیچر به شما نمایش داده میشه. خب ما در 3 جا شورت ویدیوها نمایش داده میشه. بسته به موضوع شما ممکنه در 3 جاش نمایش داده بشه یا در 2 تا از اینا نمایش داده بشه. مثلا یه سری از موضوعات بچه‌ها سرچی ان. طرف سرچ میکنه آموزش پیانو، آموزش آشپزی، چطوری ویندوز 7 نصب کنیم، چطوری پنچری ماشینمون رو بگیریم، چطوری چه میدونم اخطار روی صفحه ماشین بی ام رو عوض کنم. اوکی، اینا موضوعاتی که مردم سرچ میکنن و شانس دیده شدن توی سرچ دارن. اوکی، بقیه موضوعاتی که سرچ نیستن مثل اینها تو سرچ دیده نمیشه. این در براوز فیچر و شورت فید دیده می شود. پس اگر توی 3 تاش بخواید دیده بشین به موضوع ما بستگی داره و اگر که موضوع ما موضوع سرچ خوری نباشه توی براوز فیچر و توی شورت فید نمایش داده میشه بچه‌ها. پس ما کلا در همین 3 جا شورت ویدیو رو داریم، نه در اند اسکرین، نه در کارت
دیده نمیشود کارت، مگر اینکه کسی خودش کانال بلند داشته باشه بیاد یه کارت شورت ویدیو بذاره، اینکه یوتیوب ما رو جای دیگه بفرسته نه. پس این ستا رو یاد بگیریم که بعداً تکنیک هایی بهتون میگم که چیکار بکنید که اینجاها بیشتر دیده بشید. برای موفقیت در شورت ویدیوها 3 عامل مهم و کلیدی وجود داره که اینجا به اختصار بهتون میگم و قراره تو فصل‌های بعد به صورت کاملا تخصصی روی اینها کار کنید. همینانی که شما رو به موفقیت میرسونن. دقیقاً همین 3 تا رو انجام بدین ترکوندین. 1. انتخاب موضوع و تاپیک. یعنی انتخاب موضوع، یعنی ما یک موضوع خفن انتخاب کنیم و تاپیک چیه؟ ویدیوهایی که میخوایم بسازیم. مثلا موضوع ما آشپزیه، تاپیک ما چیه؟ تاپیک ما میشه قرمه سبزی، میشه قیمه. حالا ما باید تاپیک های انتخاب کنیم که خوب باشن. آیا قرمه سبزی تاپیک خوبیه؟ باید بریم پیدا کنیم. آیا قیمه تاپیک خوبیه؟ پس موضوع و تاپیک رو متوجه شدین؟ موضوع یعنی اون موضوع کلی که داریم راجعش صحبت می‌کنیم. تاپیک یعنی اون موضوعی که می‌خوایم راجعش ویدیو بسازیم. گفتم موضوع یعنی آشپزی، تاپیک میشه اون ویدیو قرمه سبزی، اون ویدیو قیمه، اون ویدیو کباب کوبیده که می‌خوایم آموزش بدیم. اوکی. 2. CTR یا کلیک تو ریت. این هم بسیار بسیار مهمه و در ادامه راجبش کلی صحبت خواهم کرد و اگر نکاتی که اینجا میگم انجام بدید مثل موشک رشد میکنید. و مورد 3 واچ تایم. واچ تایم هم یکی از مهمترین عامل هایی هست که شما رو به ویوهای 1 میلیونی میرسونه. پس این 3 تا کل کاری هست که شما باید انجام بدید. این 3 تا راه نجات شما در این دوره است و در کل اگر این 3 تا رو خوب یادش بگیرید و خوب پیاده‌اش کنید میتر کنید. بریم فصل 2 انتخاب موضوع و تاپیک رو با هم دیگه ببینیم.